آیا با واقعیت سارا سرور دختر خانم هنگامه دچار مشکل روحی و روانی شده است؟ دلیل جدا شدن سارا سرور از نامزد ترکش چی بوده است؟ سارا سرور چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمی‌پردازد؟ گفتنی‌های تازه مادرش در این باره و حقایق ناگفته درباره سارا سرور توسط نامزد ترکش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و از در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو، شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما تشریف از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سارا سرور دختر خانم هنگامه یک تن از هنرمندان جوان با استعداد، موفق و مطرح در میان مردم افغانستان علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. سارا سرور عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان ادامه می‌دهد. کارهای هنری سارا سرور از دیر مدت زمانی است که در میان مردم افغانستان و اوج شهرت و محبوبیت رسیده است. بالخصوص آهنگ‌های دوگانه وی با دوران اعتمادی هنرمند جوان بازدید میلیونی را از آن خود کرده است. سارا سرور هنرمند جوان در کشور کانادا بزرگ شده است. وی تحصیلاتش را در رشته استادی به اتمام رسانید و اکنون معلم کودکستان در کانادا بوده است، اما هنر موسیقی هم را به پیش میبرد. وی علم موسیقی را از مادر و پدرش آموخت. سارا سرور 4 سال قبل با یک پسر ترک نامزد شد. محفل نامزدی با شکوهی برگزار کرد، اما تاکنون ازدواج نکرده است. تصاویرش در میان صفحات مجازی در بدست می شود که وی از نامزد ترکش جدا شده است و به همین دلیل دچار مشکل روحی و روانی بزرگ شده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در میان صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای این دختر خانم هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سارا سرور به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما تشریف بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.